سلام دوستان، به کانال یوتیوب من خوش اومدین. من سیما هستم و با یه آموزش دیگه در خدمتتونم. با این آموزش هم چهره سازی رو یاد بگیر، هم یه جاودی خوشگل بساز. بریم با هم بسازیمش. من یه دونه نی مقوایی رو روی یه شیشه سس با چسب حرارتی چسبوندم و با خمیر پاپیه ماشه روی کار رو کاور میکنم. ضخامت خمیرتون کم باشه چون بعد برای حجم سازی خمیر اضافه میشه. لینک آموزش خمیر پاپیه ماشه توی دیسکریپشن هست، میتونید برید ببینید. بعد از اینکه روی کار رو کاور کردیم، حجم سازی چهره رو شروع میکنیم. سعی کنید برای حجم سازی اول دو طرف کار رو خمیر بذارین و بعد ظریف کاری ها رو انجام بدین که تقارن چهرهتون حفظ بشه. وقتی داریم خمیرگذاری روی بینی رو انجام میدیم، جلوی نی نباید بسته بشه، برای جای عود نیازش داریم. وقتی دارین ظریف کاریای چهرهتون رو انجام میدین، اگر سطح کارتون رطوبتش رو از دست داد، با آب پاشی مقدار آب میپاشیم روی کار و مرطوبش میکنیم تا ابزار به راحتی روی کار حرکت کنه. من اینجا دیگه اجزای چهرم رو کاملا حالت دادم. اون چیزی که میخواستم رو در آوردم و حالا حفره سیگار روی لب چهره رو ایجاد میکنیم. بعد از اون حجم سازی گونه و چونه رو انجام میدیم. وقتی که حجم سازی رو انجام میدین، دور تا دور کارتون رو کاملا روی چهره فید کنید. با کاردک دور تا دورش رو کاملا فید میکنیم. هر چقدر با وسواس تمامتر این کار رو انجام بدین، چهره زیباتری خواهیم داشت. بعد از اینکه کار چهرمون تمام شد، میریم سراغ کلاهش. برای کلاه من با یه تیکه مقوا یه دایره در آوردم، روش سوراخ کردم جای نی هستش. بعد از اون داخل شیشه رو با وسایل بازیافتی پر میکنیم و مقوا رو روی کار میچسبونیم. برای حجم کلاه من از یونولیت استفاده کردم که یونولیت های تیکه تیکه استفاده کردم برای اینکه کلاه هم دفرمه باشه. شما میتونید یه تیکه درش بیارین.
بعد از اینکه کلاهمون رو درست کردیم با خمیر پاپیه ماشه کاملا روش رو کاور میکنیم. دور تا دور نی رو خمیر گذاری میکنیم و نی رو کوتاه میکنیم. اینجا جای عود ماست. برای جای عود یه حجم سازی انجام میدیم که عود روی کار بیسته. طبق تصویر یه لبه کوتاه دور تا دور دایره‌مون میدیم برای جای عود. میتونید با کاردک به لبه کلاهتون یکم حالت بدین که سلیقه‌ای هستش و کل کار رو کاملا کاور میکنیم و میذاریمش تا کاملا خشک بشه. خب میریم سراغ درست کردن سیگار روی لب چهرمون. من اینجا از چوب استفاده کردم و دستمال کاغذی و کاغذ سیگار. اول دور چوب رو دستمال کاغذی چسبوندم با چسب چوب و بعد از اون یه تیکه از کاغذ سیگار روی کارم چسبوندم که طبیعی تر باشه. بعد از اینکه کارتون کاملا خشک شد سطح کار رو سنباده کشی میکنیم که یه سطح صافی داشته باشیم و شروع میکنیم به رنگ آمیزی. من اینجا برای رنگ آمیزی از رنگ اکریلیک استفاده کردم که رنگ آمیزیمون که تمام شد میذاریم کاملا خشک بشه و بعد از اون وارنیش استفاده میکنیم تا ماندگاری رنگمون بهتر باشه و کارمون ضد آب بشه. در انتهای کار هم سیگار رو با چسب چوب روی کار میچسبونیم و تمام. امیدوارم که از این آموزش استفاده کنی و دوستش داشته باشی. خیلی ممنون که تا انتهای ویدیو با من همراه بودی. تا ویدیوی بعدی مراقب خودت باش. دوستت دارم.